بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل دهم. حلاج شناسی. محاکمه حلاج. صفحه 90. سابقه زندگانی حلاج در زهد و عبادات و مردم دوستی و صلح و تقوا چنان پاک بود که دستگاه خلافت را به جنون انداخته بود، زیرا حلاج در همه بلاد اسلامی به نیکنامی معروف شده بود و مردم او را قدیس عادلی می دانستند و قدیس عادل پدیده‌ای آخرالزمانی و مختص دین محمد صلی الله است. شخصیتی همچون حلاج بعد از صدر اسلام تا به امروز بسیار بسیار اندک است و فقط کسی چون حسن صباح را میتوان هم ردیف او قرار داد. او نیز یکی از مصادیق انگشت شمار مؤمنانی است که به قول علی علیه السلام حقوق اسلام را به غایت ادا نموده و برای خدا از اسلام خروج کردند. این خروجی آخرالزمانی است و حلاج را باید از فاتحان عرصه آخرالزمان در تاریخ جهان دانست. حلاج شاید تنها صوفی تاریخ اسلام باشد که بعد از امامان شیعه در ملأ عام و در کوچه و بازار اسرار توحیدی وحدت وجود را برای مردم به صدای بلند قرائت می نمود و بعد از هر سخنرانی می گفت که آیا کسی هست که مرا به جرم الحاد بکشد؟ او یک بار در بازار بغداد در حالتی شوریده و سرمست مردم را به گرد خود جمع نمود و بعد از بیان اسراری از بطن هفتم قرآن گفت: ای مردم، ای مسلمانان، چرا داد من از خداوند نمی ستانید که به من جانی بخشیده که در من قراری ندارد و راه فراری هم بر نمی گشاید؟ چون این نوع سخنانی هرگز در میان عامه مردم از زبان هیچ انسانی بر زبان رانده نشده بود و عجب که مردم هم با وی همدلی می کردند و شیفته او می گشتند. او بدین گونه خداوند را در میان مردم حاضر نمود با زبان عشق و دلدادگی و نه به زبان فلسفه و منطق و شعر و شرع. حلاج در بیان از جنس سرمستان و شوریدگانی همچون بابا طاهر عریان است و عین القضات همدانی که در فراق یار سر به صحرا نهاده بودند. ولی حلاج سر به شهر نهاد و به جای اینکه درد و داغ فراق را با سنگ و چوب و کوه و دریا و آسمان در میان نهد، با مردم در میان نهاد و بارها با صدای بلند در بازار فریاد میزد که آیا کسی نیست که برای رضای خدا مرا به قتل برساند و کافر ملحد زندیقی مثل مرا از زمین پاک کند و به اجر بهشت برسد و مرا هم نجات دهد؟ شبلی درباره حلاج گفت: مرا جنونم نجات داد و او را عقلش هلاک کرد. و خدا می‌داند که جنون شبلی هم مثل بهلول مصلحتی بود یا واقعی. ولی عجیب است که شبلی را در روز سنگسار کردن حلاج از دیوان خانه به مسلخ آوردند تا او هم سنگ بیندازد، ولی او شاخه‌ای گل انداخت. پس جنونش مصلحتی سیاسی بوده است و برای دستگاه خلافت همین جنون هم کفایت می کرده است تا مردم باورش نکنند، وگرنه حاکمان شرع به خوبی می دانستند که شبلی دیوانه نیست. همانطور که به حلاج هم بارها پیشنهاد جنون شد و او نپذیرفت. شمس تبریزی در نخستین دیدارش با مولوی سؤالی کرد که سرآغاز بیداری مولوی شد و آن این که آیا نبی برتر است یا ولی؟ با اینکه مولانا 100 تا دلیل بر برتری نبی نسبت به ولی عرضه نمود، ولی این پاسخها نتوانست خود او را قانع کند و لذا بیداریش آغاز شد. یکی از حیرت آورترین و قابل تأمل ترین مسئله در محاکمه این اولیای سرمست شراب وحدت این است که به دست قضاتی محاکمه شده اند که خود به لحاظ اعتقاد هم جنس آنها بودند.
آن قاضی که عین القضات همدانی را محاکمه نمود و حکم قتلش را صادر کرد یک فقیه عارف شیعی است که خود رساله‌ای هم در عشق عرفانی نوشته است. آنکه شیخ اشراق سهروردی را هم محکوم و مقتول ساخت همین گونه و از اعتقاد او بود. همانطور که ملا صدرای شیرازی هم در یک محاکمه صوفیانه در دربار صفوی محاکمه و محکوم به تبعید شد. رابطه تصوف و تشیع در تاریخ به غایت حیرت آور و دیالکتیکی بوده است. تشیع رسمی و حکومتی همواره تشیع عملی و علوی و حقیقی را محاکمه کرده است، همانطور که امامان هم جملگی به دست مسلمانان و مریدان به قتل رسیدند. گویی امامان و اولیای الهی با خون خیش است که پیروان مذبذب و منافق خود را هدایت می کنند. این مشرکان و منافقان همواره خون امامان خود را می ریزند و سپس به پرستش و پیروی از آنان می پردازند و در سوی آنها به عزای تاریخی می نشینند، همان کاری که با حسین کردند. راز زندگانی و درد و داغ فراق امثال حلاج این است که یار در درون آنها خانه گزیده است و آنها در برون از خود بی یار و بیکار و بیمار و غریب و بیگانه مانده‌اند. آیا دردی بزرگتر از این ممکن است که یار در خانه و عاشق در به در دور جهان در جستجوی دیدار با او باشد و بداند که یار در خانه دل اوست؟ فقط از این منظر میتوان دادخواهی حلاج را از مردم درک نمود. حلاج پیامبر عشق عرفانی آخرالزمان است در عرصه غیبت امام و او خود زبان حال امام است، امام ناطق. او خود آن چاهی است که امام در او پنهان است. قرمطی بودن حلاج همان مهدوی بودن اوست و مسیحایی بودنش، به شرط آنکه این برجسته ترین اتهاماتش را به عنوان برترین وجه حقیقت وجودی او درک و تصدیق کنی. عاشقان و اولیای حق به همان امری محاکمه و متهم می شوند که به آن سرافرازند. حلاج هویتی بارز از سیمای مهدی و مسیح بود که در ظهور تعجیل داشت و شیعه یعنی همین. حلاج هایند که دربهای فرج امامند برای کسانی که فرج را جز دیدار روی امام نمی دانند، به شرط آنکه درک کنیم که امام زمان و مسیح موعود در قلوب عشاق خود آرمیده اند و این است آن چاه غیبت. همانطور که امام خانه خداست، عارفان واصل هم خانه امامند. اصولاً شور و عشق جان امری مربوط به عرصه جوانی است، چه در قلمرو عشق مجازی و جنسی و چه عشق حقیقی و عرفانی. عشقی که در نیمه دوم عمر بعد از عقل و کمال رخ می نماید عشقی دیگر و برتر است و به ندرت در تاریخ آشکار شده است. عشق حلاج از این نوع است که در حدود 60 سالگی به اوج می رسد و او را برای وصال بردار می کند. عشق مسیحایی قبل از 40 سالگی رخ نمود. عشق عین القضات همدانی هم در 33 سالگی شکوفا گردید و بردارش نمود. پس عشق حلاج از جنس جوانی نیست، بلکه عشق پیری است که سر بر دار رسوایی زده است در سن 65 سالگی. هویت و زندگانی و محاکمه حلاج و عشق پیری او بی‌شباهت به شخصیت‌هایی چون مانی و سقراط نیست که حامل و بانی حقیقتی جهانی بودند. والایی علم و حکمت و بصیرت و معرفت لدنی این سه شخصیت در عین مردمی بودن آنها و عشق به عدالت در اوج عظمت عرفانی و محاکمه آنها به دست یاران قدیمی و مریدان خیش و کرامات حیرت آورشان در خدمت مردمان و جستجوی آن گوهره واحد مذاهب و معنویت بشری از ویژگی‌های مشترک آنهاست و در رأس همه این مشترکات همانا عشق سوزان دوره پیری است که آنها
آنها را عاشقانه به سوی مرگ می‌کشاند و بین مرگ و زندگی مخیر شده و به عمد مرگ را برمی‌گزینند. و همچنین محاکمه طولانی مدت و حیرت آورشان و افتضاح و فلاکت قضاتی که به محاکمه آنها پرداختند و تا سرحد التماس به پیش رفتند تا در حد امکان آنان را به توبه وادارند و مجبور به صدور حکم قتل آنها نشوند. سقراط، مانی و حلاج از پیامبران دین واحد جهانی هستند و عشقی حیرت آور در به وحدت رسانیدن همه مذاهب از ویژگی دیگر اندیشه و حیات آنهاست. تصدیق این سه ابر انسان تاریخ به واسطه همه مذاهب و مکاتب، هرچند که همچون محاکمه آنها بسیار به درازا انجامیده، ولی بالاخره جهانیان به تصدیق و تقدیس این سه انسان جهانی رسیدند و امروزه همه فرزانگان جهان بر آستان حق وجودیشان بوسه میزنند. در جهان اسلام نیز که شدیدترین ادابت‌ها بر علیه حلاج رخ نمود، ولی همه فقهای بزرگ و علمای صدر اول شریعت هم بالاخره حلاج را تصدیق نمودند. خواجه نصیر طوسی، شیخ بهایی، غزالی و از متأخرین علامه طباطبایی و امام خمینی. در حقیقت بایستی همه عارفان بزرگ جهان اسلام را دست پرورده حلاج دانست: مولوی، ابن عربی، عین القضات همدانی، شیخ سهروردی، عطار نیشابوری و دیگران. در هزاره اخیر جهان اسلام هیچ عارف و حکیمی وارسته نیست که خونی از حلاج در رگ‌هایش نباشد. باید گفت که از هر قطره از خون حلاج سلسله‌ای عرفانی در جهان اسلام جاری شده است. هیچ خونی در تاریخ هزاره اخیر جهان مثمر ثمرتر از خون حلاج نبوده است. این خون حتی تا اقصی نقاط عالم دویده است و یک فرانسوی مسیحی مثل ماسینیون را عمری شیدای خود ساخته و به تحقیق واداشته و به دم مسیحایی حلاج زنده نموده است که این دم نیز دکتر شریعتی را زنده کرد و با دم او ملتی زنده شد و به قول علامه طباطبایی چه حلاج ها بر سر دارها. و با این حال هنوز هم حلاج محاکمه می شود. هرگاه این محاکمه تعطیل شد و حلاج کاملا تصدیق شد، لحظه ظهور موعود است. روانشناسی حلاج روانشناسی انسان خسته جان است تا آن حد که دست به دامان مردم می شود که ای مسلمانان، چرا داد من از خدا نمی ستانید که جانی به من داده که با من قرار نمی گیرد و رهایم نیز نمی کند. 2500 سال پیش سقراط نماد یک انسان خسته جان شیفته است که جام شوکران را چون شیرینی گوارا سر می کشد و تا آن حد مشتاق مرگ است که شاگردش افلاطون را دیوانه می سازد که ای استاد، آیا این آموزه ها برای زیستن است یا مردن؟ 4 قرن بعد از سقراط خسته جان دیگری به نام لوکریتوس، مرید نابغه اپیکور، در 40 سالگی به تبعیت از پیرشان سقراط خودش جام زهری تدارک می‌بیند و از شر جانش می‌رهد. او نیز عاشق بود تا آن حد که الهه های اساطیری را در طبیعت نقش میزد. اصلا داستان وحدت وجود شرح حال این خسته جانهای زمین است. اینان را باید مغضوبین جان نامید که از فرط بیقراری کوس انالحق میزنند. آیا این بیقراری و خسته جانی چه ربطی به انالحق گفتن دارد و فلسفه وحدت وجود آیا فلسفه وجودی این خسته جان هاست؟ این آخرین نبرد برای قرار گرفتن در خویشتن است. بیگانگی تن نسبت به جان باعث خستگی و بیقراری جان می شود. تن برای جان این عاشقان بسیار حقیر و تنگ و متعفن است. این عذابی عظیم است و برتر از این عذابی نیست. تاریخ تکوین وحدت وجود همان تاریخ زندگانی جانهای خسته است.
وحدت وجود آرمان بیگانه ترین جانها نسبت به تن است، آرمانی که با مرگشان محقق می شود. اصلا مسیح علیه السلام پدر خسته جانان جهان است. او پیامبر خستگی جان است، پدر فراق جان از جانان است، پدر اسارت روح در تن است و مذهب او مذهب این رهایی و التیام است. گویی اینان از تن خود انتقام می ستانند. این ادعای حیرت آور مسیح که یکی از اتهامات او بود، سخن واضح از این خستگی و اسارت جان در تن است که به زودی هیکل را خواهم درید. تصوف دوای درد جانهای خسته است. آیا کسی هست که مرا یاری دهد؟ این ندای خسته جانان تاریخ است و این یاری البته جز دریدن هیکل نیست که به دست دشمنان صورت میگیرد و اینانند آن یاری دهندگان. کربلای حسینی بزرگترین نمایش دریده شدن خسته ترین جان هاست. حسین یک صوفی کامل و مطلق است. به خدای کعبه که رستگار شدم، این نیز نعره خسته جان دیگری است در لحظه شکافته شدن سر، و این است که 2 روز دیگر از خداوند مهلت می‌خواهد تا قاتل خود را شفاعت کند. دلجویی از قاتل خیشتن، این است سنت همه خسته جانهایی که بالاخره کسی به دادشان میرسد. روانشناسی خسته جانی روانشناسی تراژدی نیز هست. آیا کسی هست که مرا بکشد؟ این است مسئله. و اما در عصر ما نیز خسته جانی بسیار فراوان‌تر است. خودکشی بشر مدرن داله بر این ادعاست. ون گوگ، صادق هدایت، میشیما، دی اشتل، جک لندن، همینگوی و دیگران. نیچه میگوید اگر امروز مثل قدیم ما را در میادین شهر به آتش نمیکشند، بدان دلیل نیست که بشریت امروز به انسانیت نزدیکتر شده، بلکه انسانیت به کلی فراموش شده است. نیچه نیز مظهر خسته جانی عصر ماست و لذا همه خسته جانان را به خود جلب می کند. او نمیخواست خود را بکشد و نه کسی را برای کشتن خود کاندید نمود، هرچند که تمام عمرش با خودکشی مبارزه کرد و به قول خودش فقط به عشق خودکشی لحظات را سپری می نمود که همین فردا خودم را خواهم کشت. نیچه دیوانه شد و 10 سال تمام را قبل از مرگش استراحت کرد و گویی از شر جانش رهایی یافت و قبل از مرگش مرد. نبرد نیچه با خدا نبرد همه خسته جانان جهان در تاریخ است که برای چه مرا آفریدی؟ وحدت وجود تنها داروی درد احساس از خود بیگانگی و غربت انسان در تن است، همانطور که کمونیسم داروی درد کسانی است که بیش از سایرین ستم را احساس و لمس می کنند. وحدت وجود مدینه فاضله جان انسان است. بهشت موعود بر روی زمین است. بهشت درون است و ناممکن ترین ادعاهاست که ممکن می شود آن هم بر سر دار. خود خدایی درمان همه دردهای انسان است و حق انسان است. این حق امری ذاتی است که عارفان کشف کردند. به خود آیی سرآغاز احساس از خود بیگانگی و غربت است و هرچه که استمرار و تعمیق می‌یابد این غربت هم شدیدتر و عمیق‌تر می شود و این است که عامه بشری از معرفت نفس بیزار و گریزان است، زیرا نمی‌خواهد این بیگانگی و غربت را در خود ببیند. تلاش عامه بشری در جهت خود فراموشی است که در نقطه مقابل خود آگاهی قرار دارد. عرفان نبرد با خویشتن است، جهت فائق آمدن بر این بیگانگی و دوگانگی و غربت و فراق بین تن و جان، بدن و روح، خود و خدا. عرفان هدیه عشق پاک است، عشقی که به واسطه پاکیش همواره در فراق است،
چون محبوب های زمینی جمله جفاکارند، عارف روی به محبوب درونی خود می کند و در واقع خودش را معشوق خود می سازد و در این کشاکش وصال با خویش است که فلسفه وحدت وجود سر بر می آورد. پس این فلسفه دوای درد فراق ابدی انسان است با عالم و آدم و نهایتاً با خویشتن. و این است که وحدت وجود از اعماق تراژدی عشق سر برآورده است و جز عاشقان پاک و جفادیده آن را در نمی‌یابند. وحدت وجود فلسفه فراق و راه وصال است. با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود، ولی تلخی فراق از یاد می رود برای ایامی. ولی دوباره عود می کند و عاشق را به جان خود می اندازد تا از خودش انتقام بستاند، زیرا خودش را جفاکارتر از هر معشوق دیگری می یابد که تاکنون به او جفا کردند. وحدت وجود در قلمرو به منطق و عقل و روانشناسی یک جنون الهی است که به کمال مازوخیسم و خودبراندازی ره می نماید. حلاج بزرگترین سخنگوی خسته‌جانی بشر در تاریخ است که از فراق انتقام می کشد و فراق همان تن است که فرق انداخته است بین دل و جان، بین عاشق و معشوق. این همان فلسفه ریاضت است تا سرحد خودکشی. اگر خداوند به مؤمنانش امر به خودکشی نماید، فقط اندکی اطاعت می کنند. قرآن. می توان این تعبیر را از آیه مذکور داشت که منظور از خودکشی تنکشی نیست، بلکه کشتن نفس اماره است. ولی نفس آدمی که در دست و اراده صاحبش نیست که بخواهد آن را بکشد و از امر خدا اطاعت نماید، بلکه نفس کشی به معنای اشد تقوا یک جریان مادام العمر و تدریجی است و نمیتواند مشمول امری آنی باشد که مستلزم اطاعت است. در واقع کسانی حلاج را طرد و لعن و تکفیر کرده اند که هیچ بویی از دل و درد دل و دید نبردند، یعنی از خود بیگانه ترین و غافل ترین و کافر ترین مردم هستند که کفر خود را در لباس شریعت پنهان داشتند و بیرحم ترین آدم های هر عصری بودند که هرگز عشق را نچشیدند. جالب ترین که این منادیان شریعت و حافظان کتاب و سنت گویی در کتاب خدا نخوانده اند که کفر در نزد خدا مترادف با انکار وجود خدا یا خود خدایی نیست، بلکه پرستش خدای آسمانی و پیروی از سنت پدران است و ایمان به معنای خداوند را در دل خود و نزدیکتر از رگ گردن دانستن است. یعنی در نقطه مقابل خدای آسمانی خدای دل قرار دارد و در نقطه مقابل پیروی از سنت پدران همان بدعت است. و حلاج حامی خدای قرآن است که خدای دل است که هر آن در مؤمنانش در حال بدعت می باشد. این که کوس انالحق زدن تحقق ادعونی استجب لکم است، یعنی دعوت کنید مرا تا بیابم. منتها این دعوتی به خصوصی و درگوشی و نجوایی نیست که بتوان هر آن منکرش شد. این دعوتی جهانی در بازار است اگر در آن صدقی هست. خیلی ها چون این دعوتی نموده اند و به محض اجابتش منکر شده اند. شبلی و جنید و دیگران هم ادعا کردند و منکر شدند. یکی خود را به دیوانگی زد و دیگری خرقه قضاوت پوشید و در لباس دفاع از شریعت پنهان شد و نام این مکر را تقیه نهاد. البته هر که خداوند را به خانه وجودش دعوت کند، خداوند امتحانش می کند که آیا در دعوتش صادق است و یا کوفی مسلک است. هر که خداوند را به خانه وجودش دعوت کند، جان در تنش بیقرار می شود و دل در سینه اش بال بال می زند و نفس به شمارش می افتد و بدن رنجور می گردد و نان جرأت به دهان آمدن ندارد و آبرو می رود به استقبال او برای آب و جارو.
و همه بیگانگان می روند و میزبان تک و تنها و بی کس می شود و اینک آماده است برای پذیرش یار بر سر دار. خوشبینانه ترین و دوستانه ترین اتهامی که بر حلاج وارد شده است این است که اسرار هویدا می کرد. پنهان داشتن اسرار حق یک امر تصنعی و منافقانه برای توجیه حماقت و بزدلی و عافیت طلبی است که ابداع شده. در کجای معرفت دینی و قرآنی داریم که حقایق توحیدی را باید پنهان داشت؟ این داستان خودی و بی خودی و محرم و نامحرم نیز از جمله ترفندهای منافقانه در پوشش عرفان است. آنچه که در قلمرو به معرفت دینی و قرآنی آمده این است که حقایق را بایستی به زبان و منطق هر فرد و قومی بیان داشت تا آن را بهتر فهم کنند، نه این که فهم نکنند. در منطق قرآنی مثالها برای فهم محسوستر حقایق است و نه پنهان داشتن حقایق. حقیقت تنها امری است که محرم و نامحرم نمی‌شناسد. خدای خصوصی نداریم. حقیقت از قلمرو به مالکیت فردی و قومی خارج است. خدای خصوصی ابلیس است که باید اسرارش هویدا نشود تا رسوا و بور نگردد. قرآن میگوید که زبان استعاره و شاعری زبان گمراهی و فریب و نفاق است. شاعران در هر وادی سرگردانند و میگویند آنچه که نمی کنند و نیستند و هر که آنها را پیروی کند گمراه می شود. مگر شعری که قصد آشکار ساختن و تلطیف حقایق داشته باشد و نه پنهانکاری و بازی با مفاهیم و سرگرمی با حقایق و در نفاق و تردید و شبهه انداختن معارف. رسالت انبیا و اولیا و علما این است که نهانها را عیان کنند، یعنی اسرار هویدا کنند. هویدا کردن اسرار اگر جرم باشد پس کل دین و معرفت و علم و معنویت جرم است. اگر قرآن بزرگترین معجزه الهی در تاریخ بشر است به دلیل آن است که مخزن اسرار الهی است که باید به واسطه راسخین در علم و عرفا استخراج و آشکار شود. راز جاودانگی قرآن نیز همین است، وگرنه صورت بیرونی آیات حتی نیازهای اعراب صدر اسلام را هم برآورده و کفایت نمی نمود تا چه رسد به نیازهای انسان آخرالزمان. این همان معمای بنبست تاریخ فقها با فقه و شریعت است که نه خود توان و شهامت کندوکاو در قرآن را دارند و نه به دیگران اجازه چنین کاری را می‌دهند و هر معنای جدیدی را بدعت و کفر و ارتداد می‌دانند. انالحق گفتن حلاج به مثابه ظهور کمال مدرنیسم عرفانی است و در واقع باید حلاج ها را بانیان مدرنیسم حقیقی و انسانی دانست که حق نهایی ذات انسان را برون افکنی و آشکار کردند. همانطور که مدرنیسم صنعتی بیان برون افکنی نفس اماره بشر است، مدرنیسم عرفانی بیان برون افکنی نفس واحده بشر است. نفس اماره بشری به یمن و قوت برون افکنی نفس واحده و مطمئنه بشری امکان برون افکنی یافته است که حلاج را باید سلطان بی بدیل این عرصه دانست که ذات را برون افکنی نموده است و همه صفات بر اثر برون افکنی ذات به برون جهیده اند و این همان معنای عصر مدرنیسم در قلمرو صفات و افعال است که با ظهور ذات ظاهر شدند. نپرستیدن خدای نادیده به معنای کمال مدرنیسم ذات بشر است. یعنی عارفان پیامبران مدرنیسم حقیقی می باشند و فلاسفه و دانشمندان در پی عارفان آمدند، هرچند که سرنخ را گم کرده و دلیل همه حیرانی ها و گمراهی های بشر مدرن نسیان درباره حق این واقعه است که مدرنیسم نامیده می شود. پس در واقع حلاج ها را باید شیعیان حقیقی علی دانست که با صدای بلند اعلان نمود که خدای نادیده را نمی پرستم و خدا در دل من اقامت دارد و خدا همان خود انسان است.
حلاج ظهور خود انسان است با صدای بلند. آن که بردار شد ذات انسان بود. مدرنیسم پایان تاریخ و مقصد خلقت بشر است و حلاج سلطان این عرصه است. هرچند که قبل و بعد از او کسانی بوده اند که این حق را یافته و عیان کردند، ولی صدای هیچ کس چون حلاج به گوش تاریخ نرسیده است و آن به دلیل اعلان آشکار اناالحق بوده است. علی علیه السلام می‌فرماید آنچه که از خوبی هم خوب تر است انسان خوب است، و این همان معنای حق است، یعنی انسان حق نیک و بد است. حلاج را طی 3 روز مسله کردند. اول تازیانه اش زدند، سپس سنگسارش کردند، بعد بردارش نمودند، سپس زبانش را بریدند، آنگاه دست و پایش را قطع کردند و در روز آخر سرش را بریدند و عاقبت جسدش را سوزانیدند و خاکسترش به آب دادند. حلاج را به اندازه کل بشریت شکنجه کردند و همه شکنجه هایی که اصولاً تا آن زمان به کار گرفته میشد و ابداع شده بود درباره حلاج اجرا شد. این همه شکنجه چرا؟ در کجای حقوق شرع و حدود اسلامی این نوع مجازات ها درباره یک انسان صادر شده است؟ آیا اناالحق گفتن این همه مجازات دارد؟ در احکام شرع تا آنجا که از قرآن برمی آید تنها سخنی که مستوجب مجازات است تهمت زنا زدن به بنده ای مؤمن به ناحق است که مجازات تازیانه دارد. ولی حقیقت این است که این همه شکنجه و مسله کردن فقط از بابت اناالحق گفتن حلاج است. ولی در صورت ظاهر در محکمه شرع هرگز حلاج را به این دلیل محکوم نکردند، زیرا هیچ اصل و فرعی در شریعت اسلامی وجود ندارد که به دلیل بر زبان راندن کلمه ای انسانی را این گونه جزا کند. این همه شکنجه فقط برای عبرت خلق بود و لذا در سراسر بغداد و بلاد اسلامی حلاج را به نام قرمطی محاکمه کردند و بر صلیب حلاج نوشته بود این عاقبت یک قرمطی است. به زبان امروزی قرمطی یعنی یک کمونیست، منتها کمونیستی خداپرست و مسلمان و شیعه. در واقع حلاج را به جای همه قرمطیان شکنجه کردند، زیرا او بزرگترین فیلسوف عارف و سخنگوی این مذهب بود که تمام عمرش را بر علیه تبعیض نژادی و ستم و خفقان و بی‌عدالتی مبارزه کرده بود و اندیشه خود را به گوش مسلمانان رسانیده بود. به زبان ساده حلاج یک عارف انقلابی بود، عارف عادل. شاید بتوان او را بانی کمونیسم عرفانی دانست یا عرفان اجتماعی، عرفان مردمی. هیچ عارفی چون حلاج در حیات خودش نتوانسته است در قلوب مردم جای کند و پیام خود را عملاً به مردم برساند. او با سفرهای طولانی و مکررش به اکثر بلاد اسلامی تا هندوستان موفق به این رسالت عظیم شده بود و این بود هراس دستگاه خلافت از حلاج و علت آن همه شکنجه که عبرت مردمان شود. این حق بود که شکنجه و تکه پاره شد، همانطور که چنین بیانی را از زبان امامان ما درباره واقعه کربلا شنیده ایم. انسان حق خداوند است و خداوند هم حق انسان است و کل کائنات بر این حق استوار است. پس حق همان دوستی و اتحاد خالق و مخلوق است. این دوستی بود که شکنجه شد و قطعه قطعه شد، دوستی بین انسان و خدا. اناالحق عشق محض توحیدی است. به زبانی ساده تر این سخن بیان غایت خودشیفتگی و عشق به خویشتن است، آن هم آنچنان عشقی که جان دادن برایش لذیذترین عشق ورزی است. آیا به راستی کدام عاشقی حاضر است برای وصال محبوبش این همه شکنجه تحمل کند؟ یعنی این شکنجه ها به مثابه مهریه وصال باشد.
با این شکنجه ها اگر هم عشقی باشد از میان می رود و آن معشوقی که چنین مهریه ای طلب کرده تبدیل به منفورترین موجودات عالم می شود. پس عشق حلاج به خودش و آن محبوبی که در درون او بود عشقی راستین بود. جنون یا ادعای بیریشه با یک تازیانه از سر عاشق می پرد. حلاج 3 شبانه روز بردار خونین خود تا قبل از بریده شدن زبانش به مردمی که او را سنگسار و لعن می کردند درس محبت می داد و دعایشان می کرد. چون این صحنه ای حتی در واقعه مصلوب شدن مسیح هم به این شدت گزارش نشده بود. اگر حلاج بدین گونه شکنجه و مسله نمی شد و تا به آخرین نفس ادعایش را بر زبان نمی راند، پیامش جاودانه و جهانی نمی شد. حلاج برای اثبات ادعا و عشقش 10 سال زندانی کشید و عاقبت همه اعضای بدنش را یکایک تقدیم محبوبش نمود، آن هم در 60 سالگی. و نیز بسیاری از یاران حلاج را در حضورش در زندان شکنجه ها کردند و برخی را به قتل رسانیدند. و در روز بدار کشیدنش هم یکی از یارانش را به همراه او شکنجه کردند و کشتند، مثل ماجرای حضرت مسیح. و بیهوده نیست که ماسینیون حلاج را رجعت مسیح در سرآغاز هزاره دوم میلادی می‌داند. او در تحقیق بسیار مفصل و حجیم خودش درباره حلاج که حدود نیمی از عمرش را بدان مشغول بود، بسیاری از نشانه های مسیح را در حلاج یافته است. حلاج مصداق آشکار اتحاد عاشق و معشوق است. خود او مجسمه وحدت وجود است. فلسفه وحدت وجود فقط با حلاج بود که به طور جدی پیگیری شد و بعد از او توسط کسانی چون ابن عربی تبیین گردید. همانطور که فلسفه دیالکتیک را سقراط با حیات و مرگش تثبیت کرد و او خود تجسم دیالکتیک بود و حلاج هم تجسم توحید بود. علی علیه السلام می‌فرماید توحید این نیست که خداوند را یگانه بدانی، بلکه او را در همه جا ببینی. پس توحید در منطق علی علیه السلام به معنای همه خدایی است و مقر این همه خدایی آن انسان خدابین است. غایت توحید یعنی خود خدایی. پس حلاج یک واقعه است، نه یک ادعا یا فلسفه. واقعه به معنای قرآنیش در سوره واقعه. آنگاه که واقعه واقع شود در وقوع آن دروغی نیست، هم فرارونده است و هم فرو آینده. آیا صلیب کاملترین مصداق این فراز و فرود نیست؟ سلطنت بر بالای دار. آیا به راستی کمترین دروغی میتوان در حلاج بر بالای دار مشاهده نمود؟ واقعه در قرآن یکی از نامهای قیامت نیز می باشد که واقعه ظهور جمال حق و لقاء الله است. در روایت است که مسیح بر بالای دار لحظه ای قبل از مرگش گفت و اینک همه چیز در حد کمال است. همانطور که زینب سلام الله در واقعه کربلا از جمال گزارش داد که جز جمال ندیدم. همانطور که همه روایت‌های تاریخی از وصف احوال حلاج بر بالای دار گزارش از غایت شور و شعف و مستی وصال دارد. اگر حتی خاری در پای انسان باشد، امکان تظاهر به شادی ممکن نیست. انسان قادر است که شادی قلبی خود را تا حدودی پنهان دارد، ولی اندوه و درد جسمانی قابل پنهان کردن نیست. آدمی حد اکثر میتواند نعره نزند و گریه نکند، ولی درد در صورت فریاد میزند. همه بزرگان معرفت در تاریخ بالاخره حلاج را تصدیق کردند، الا کسانی که به دستگاه‌های جور حکومتی اتصالی داشته و حرامخوار و خودفروش بودند. بهترین نمونه برادران غزالی هستند که یکی مرد مستقلی بود و به تمجید از حلاج پرداخت
و دیگری وابسته دستگاه خلافت بود و حلاج را انکار و لعن نمود و با این حال اواخر عمرش بعد از انفصال از خدمت لحن بیانش درباره حلاج تغییر نمود و به سوی تصدیق رفت. این مبرهن است که خود خدایی بدان معنا نیست که کسی بگوید من خدایم، بلکه خدا در من است. این دو امری کاملا متفاوت است و معنایی به این سادگی در نزد اشقیا و خداپرستان آسمانی هرگز مفهوم نیست. این معنا به وضوح در قرآن آمده است که عباد الله المخلصین را معرفی کرده است، یعنی عاشقان خدا. پرستش خالصانه خدا یعنی پرستش بیواسطه خدا، و این همان پرستش خدا در خویشتن است و حلاج یکی از این انسانها می باشد و این حق انسان است. خداوند چون در انسانی فرود آید حق است، حق آمد و باطل رفت و این معنای انالحق است. آن همه شکنجه و قطع کردن حلاج دقیقاً بدین انگیزه بود که خدا را از هیکل او بیرون کنند، یعنی خدا را از خانه اش خارج کنند. ولی در لحظه این خانه خرابی بود که خداوند بر پشت بام خانه آمد و واقعه رخ نمود برای آنان که چشم دیدنش را داشتند. در حقیقت در یک کلمه باید گفت که دین آخرالزمان و نبرد جهانی بشریت در این دوران تماماً بر دو محور امام و خانه کعبه در گردش است. نبرد بین این خانه زنده و انسانی و خانه سنگی و بیجان اساس همه نبردهای نهایی بر روی زمین خواهد بود. همانطور که حسین علیه السلام را هم به دلیل ترک مراسم حج و نیمه کار رها کردن آن محاکمه کرده و قاضی رأی به ارتداد او داد و خونش مباح کرد. آیا مگر قلب تشنجات بشری در عصر حاضر در فلسطین و نبرد برای تصاحب قبله اول مذاهب ابراهیمی نیست؟ نبرد برای خانه سنگی و خاکی خدا. صهیونیسم همان پرستش تپه صهیون در اورشلیم است که به باور یهود قرار است که خداوند بر فراز این تپه آشکار شود و سلطنت بنی اسرائیل بر جهان را مهیا نماید. در اسلام با تغییر قبله از بیت المقدس به مکه آن قداست چند هزار سال شکسته شد و زمینه برای تغییری دیگر با حسین علیه السلام آغاز شد و با حلاج کامل گردید و عجبا که نام حلاج هم حسین است، حسین ابن منصور حلاج. این دگردیسی عظیم قبلاً با تولد معجزه‌بار علی علیه السلام در خانه کعبه آغاز شده بود. این واقعه سمبولیک خبر از عصر جدیدی در تاریخ مذهب داشت: تولد و خروج انسان از خانه خدا. خانه‌ای که البته به دست بشر ساخته شده بود، بشری که بنیان نژاد را در خود برانداخته بود و مظهر نزاد شده و لذا امامت را بنا نهاد که سرآغاز خودخدایی انسان است. ابراهیم خانه خدا را از عرش به زمین آورد و اینک کسی میبایست که خانه را در دلش منزل دهد و آن علی علیه السلام بود. حسین علیه السلام در حال طواف در دور خانه کعبه بود که به ناگاه صدایی از دل خود شنید که ای حسین، من در تو ام، بر دور چه میگردی؟ از این دور باطل خروج کن. و این گونه بود که از چند هزار مرید که به همراه حسین به حج آمده بودند بیش از چند 10 نفری باقی نماند که اکثرشان اهل بیت او بودند. همانطور که از حضرت رسول اکرم روایت شده که بی امام کافر است و یا بی امام را صلات نیست، در واقع بی امام را هیچ عبادتی نیست و لذا حج هم نیست. کسی که امام ندارد یا امامش را انکار کرده است، حج و نماز و روزه و خیراتش جملگی در خدمت شیطان نفس است و از او کافری مخوف و دیوانه‌ای چون ابن ملجم می‌پرورد، یعنی منافق.
و این بزرگترین مسئله مسلمانان بوده است و اساس و محور نفاق در دین اسلام و خاص تشیع. همانطور که امروز نیز شاهدیم که پردهدار و متولی خانه خدا بقایای کفار قریش هستند و شیعیان در جریان مراسم حج با چه خفت و خواری قبور امامان و معصومین خود را زیارت می کنند و این خفت را به خاطر خانه کعبه تحمل می کنند. این تحملی غیر قابل قبول است و در تضاد آشکار با اصل امامت قرار دارد. به همین دلیل حلاج نیز همچون اکثر امامان ما در زندان کاخ خلیفه محبوس بود و 10 سال بلا وقفه محاکمه شد. جان آدمی با دلش در تن قرار می گیرد و دل به میخای حب دنیا و اهلش جان را به تن پیوند می زند. آنگاه که دل به کلی از دنیا و اهل دنیا و عیال و فرزندان و یاران پاک شد، عین موت است که معروف به موت ارادی می باشد و جان همواره بر لب است و در تن قرار ندارد تا جانان بیاید و دل را خانه خیش سازد. بیقراری و خسته جانی حلاج مربوط به دوره برزخ انتظار است که بالاخره بر دار قرار می یابد. برخی از مفسران حلاج را مبتلا به عجولی و شتاب در وصال حق می دانند که چون این سرنوشتی برایش پدید آورد. این تفسیر از آن کسانی است که از عشق بویی نبرده‌اند. این نوع تفاسیر از بیدردی است. برخی دیگر همچون غزالی که نماینده طریقت عباسی در جامعه و دانشگاه است، حلاج را با ابلیس قیاس می کند و نهایتاً او را شیطان زده و بلکه خود شیطان می خواند و عشق او را هم ابلیسی می نامد. همین جناب غزالی بعد از انفصال از خدمت خلیفه به ناگاه تغییر موضع داد و نظریاتش درباره حلاج را لطیفتر ساخت. پس معلوم می شود که نظر غزالی یک نگرش ابلیسی است که با دور شدن از خلیفه قضاوتش نیز تغییر می کند. این نظریه منسوخ شده غزالی قوی ترین قضاوت بر علیه حلاج در تاریخ مکتوب علمای اسلامی است. مابقی فحاشان به حلاج هیچ منطق و دلیل قرآنی و شرعی برای طرد و لعن حلاج عرضه نکردند الا فقط متوسل به احادیثی حیرت آور منسوب به امام زمان علیه السلام شده اند و از امام زمان فتوای ارتداد و لعن حلاج را گرفته اند. کذایی بودن این نوع روایت منسوب به امام زمان علیه السلام بر هر عاقلی مبرهن است، زیرا امام زمان در عرصه غیبت فتوا صادر نمی کند، آن هم فتوایی در گوشی. دجال بودن این راویان حدیث و فتوا از جانب امام غایب پرواضح است. عجبا که چرا امام زمان علیه السلام فتوای ارتداد خلفای بنی عباس را صادر نکردند و به این نواب دست خطی ندادند تا تکلیف مسلمانان جهان روشن شود. متاسفانه این احادیث جعلی توسط علامه مجلسی هم در بحارالانوار تصدیق شده است که مرحوم علامه خود یک غزالی دیگری در دربار صوفیان آدمخوار دربار صفوی بود که شهر اصفهان پایتخت شیعیان جهان را به بزرگترین روسبی خانه جهان تبدیل کرده بودند و روسبیان درباری در اصفهان صاحب فتوا بودند از جانب مرشد کبیر آستان علی شاه عباس بزرگ. شیخ بهایی که یکی از ارکان فقه شیعه است، تا زمان خدمتش در دربار صفوی در این امور لب به سخن نگشود، ولی به محض انفصالش از دربار به ناگاه یک صوفی وحدت وجودی شد و در مدح حلاج سنگ تمام گذاشت. امروزه آثار فقهی شیخ بهایی در حوزه‌های علمیه شیعه حرف اول را میزنند و کتب مرجع محسوب میشوند، ولی آثار دوره کمال شیخ بهایی به حساب جنون ایام پیریش طرد و لعن میگردد. و این نفاق در میان روحانیت شیعه بزرگترین بدبختی شیعیان است که پاکترین روحانیون را از میان خود میراند و خود را رو سیاه میکند و از مردم جدا.
همانطور که چنین برخورد مذبذبی را امروزه درباره آثار و شخصیت امام خمینی در جامعه روحانیت و پیروان ایشان شاهدیم، تا آنجا که برخی اشعار صوفیانه ایشان را به کلی منکرند و آن را متعلق به شاعر دیگری می‌دانند. همه فقهای صدیق و عادل و با تقوای جهان اسلام، اعم از اهل سنت و شیعه، بالاخره به تصوف رسیده و اکثرشان احساس کرده اند که باید نظر خود را درباره حلاج بر زبان آورند تا حق حیات دینی خود را ادا کرده باشند. این همان کاری بود که در آخرین ایام عمر از قلم علامه طباطبایی و امام خمینی به انجام رسید، ولی ای کاش به نثر می بود، چرا که شعر هرگز بر قلمرو باور جدی مردم وارد نمی شود و به حساب نمی آید. از این منظر بهتر می توان عظمت کار حلاج را در تاریخ درک کرد. با همه این حال کار امام خمینی در همان چند بیت شعرشان به نظر ما با ارزشتر از همه آثار و اعمال زندگی دینی ایشان و ماندگارترین وجه شخصیت ایشان در تاریخ معرفت دینی است، زیرا چند قرنی بود که هیچ فقیه بزرگ و با نفوذ و مشهوری در جهان شیعه از حلاج ستایش نکرده بود و با اقتدای به حلاج کوس انالحق نزده بود. حلاج حرف آخر امام خمینی در انقلاب بزرگش بود و بدین وسیله ماهیت و مقصد انقلاب را نشانه رفت که ظهور امام زمان علیه السلام است. انالحق گفتن گل سرسبد معرفت و مذهب امامیه و تشیع است و واضح‌ترین وجه تمایز این مکتب و مذهب از سایر مذاهب بر روی زمین می باشد. انالحق گفتن احرام دیدار بستن است و تیغ انتظار برکشیدن و مفتاح فرج گردیدن، و این است اصل و اساس مذهب امامیه در آخر الزمان و کمتر از این مقبول نمی افتد بر درگاه حق. کسی که حلاج را نشناسد و درک و تصدیق نکند، امام زمان را هم نخواهد شناخت و او را ملحد و زندیق می خواند. حلاج شناسی از ارکان برجسته امام شناسی در آخر الزمان است. امام کشی حاصل حلاج نشناسی است. حلاج شناسی یکی از مهمترین ارکان آمادگی برای ظهور امام زمان و تسریع در ظهور است. حلاج شناسی منصور.